سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: سفر وزیر ارشاد، حج و اوقاف به ولایت جوزجان، بازگشایی دوباره شاهراه سالنگ‌ها بر روی موترهای مسافربری و تصویب طرح ساخت 19 شهرک جدید یهودنشین در کرانه باختری اشغالی توسط کابینه امنیتی رژیم اسرائیل. امروز دوشنبه اول ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: شیخ نور محمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف در سفرش به ولایت جوزجان با مسئولین این ولایت دیدار و بر تامین رفاهی مردم، رسیدگی به مشکلات آنان و ارائه خدمات به موقع و معیاری دینی و اداری بهتر تاکید کرد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف میگوید که شیخ نور محمد ثاقب در این سفر از زیارت شهدای دشت لیلی دیدار و بر ارواح آنان دعای مغفرت کرده و همچنین یک مسجد به ارزش حدود 3,589,000 افغانی در محوطه دفتر شورای علمای این ولایت افتتاح کرد. شیخ نور محمد ثاقب گفته که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا اکنون 220 محراب مسجد از بودجه انکشافی و اوقافی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در سراسر کشور ساخته شده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که شاهراه سالنگ‌ها بر اثر تلاش کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها دوباره بر روی موترهای مسافربری به صورت دو طرفه بازگشایی شده است. با گفته وی، پاککاری نقاط برفگیر از سوی کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها ادامه دارد تا زمینه رفت آمد موترهای باربری نیز فراهم شود. گفتنی است که این شاهراه صبح روز گذشته در نتیجه بارش سنگین برف بر روی رفت آمد بسته شده بود. دهها تن از منسوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر از مرکز تربیوی معاینات مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی در بخش‌های شناسایی و کشف مواد مخدر فارغ شدند. وزارت امور داخله میگوید که مسئولین در مراسم به همین مناسبت از آنان خواستند که با مردم رویه نیک داشته باشد و تقوا و پرهیزگاری را در اولویت زندگی خود قرار دهد. و در اخیر بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، کابینه امنیت رژیم اسرائیل طرح ساخت 19 شهرک جدید یهودنشین در کرانه باختری اشغالی را تصویب کرده، اقدامی که موجودیت یک کشور مستقل فلسطین را تهدید می‌کند. بزال اسموتریچ وزیر مالیه رژیم صهیونیستی گفته که این تصمیم در راستای جلوگیری از تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی گرفته شده است. گفتنی است که شهرک‌سازی‌های رژیم اسرائیل در کرانه باختری اشغالی بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شود. همزمان عربستان سعودی و امارات متحده عربی این اقدام رژیم اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانسته‌اند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.